Let's go. یک مورد از کلاهبرداری‌هایی که همینطوری ریخته توی تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی و کسی هم آقا اصلا پیگیری نمیکنه، پیگیری این داستان نمیکنه، کلاهبرداری استخدام کاره. اینا معمولا میان به شما یک سری چیز میدن، یک سری وعده های میدن، کار ما شما رو استخدام میکنیم، کار معمولا هم در منزل، میگن آره ما شما رو استخدام میکنیم، اونجور داستانا، و ازتون یا پول میخوان یا اطلاعات میخوان یا چیزی میخوان یا کار میگیرن واقعا ازتون، یعنی شما براشون کار میکنید و از اون طرف واقعا به شما کاری نمیده و پولاتون رو ور میداره. شاید هم یه سری کار بد کنه، مثلا بیاد تو حسابتون، بعد با حساب شما مثلا به بقیه پیام بده، حساباتون رو خالی کنه و از این جور چیزا، که کلا به طور کلی این کلاهبرداری به 3 نوع تقسیم میشه. یعنی طبق تجربه‌ای که من داشتم کلا 3 نوع بوده که این 3 نوع هم در این ویدیو بهش میپردازیم. ما یک نمونه از این کلاهبرداری استخدام کار در خانه، در تلگرام. در تلگرام شما هر چیزی دیدید این پیشورز کلاهبرداریه، این پیشورز بی‌ناموسیه، چون تلگرام کلا فضای دارک وب است. و خب اینطوری من خودم به شخصی بهشون پیام دادم. اینطوریه که شما یک آگهی میبینید که آره میگن که بیاید ما بهتون یه حقوق ثابتی میدیم با کار کردن، نمیدونم متن تایپ کردن، با ادمینی کردن، از این جور کارا ما هم بهتون پول میدیم. و وقتی به این یارو پیام میدید، در واقع یارو بهتون میگه که پول واریز کن، یا شاید هم نگه پول واریز کن، بگه اطلاعات بفرست، یه چیزی ازتون میخواد اینجا خلاصه. و شما وقتی که اون اطلاعاتو بهش بدید دیگه طرف شما رو بلاک میکنه. خیلی ساده. تازه باید خیلی شانس بیارید که شما رو بلاک کنه اگر در همچین اتفاقی افتاد، اگر اطلاعات نخواد. چون اگر اطلاعات بخواد تازه اول ماجراست، چون شما اطلاعاتو بدی اتفاقات بدی میفته. ممکنه طرف بیاد تو اکانت تلگرامت مثلا بگه آقا یه کدی میاد، کد رو بفرست و کد تلگرامت باشه، یا اکانت روبیکات، و اصلا کد ملی تو بخواد بره توی سایتی، بخواد نمیدونم یه حرکتی بزنه با اون، و شما از اونجا که طمع جلوی چشمتو گرفته، خب گول میخوری. طبیعتا این چیزا راحتی است، گول میخوری. که من به شخصی یکیشون پیام دادم، مدارکشو هم اینجا میذارم، طرف آخرش خب من پولو نریختم، گفت 190 بریز من استخدامت میکنم، کارم تایپ کردن اونجور چیزاست. بعدم خیلی ادعا داشت که خیلی حلال خوره اونجور چیزا، اون هم آخرش فوش داد. البته من خودمو مثل یک دختر جز دادم، به هر حال لو نریم دیگه، به هر حال لو میرفتیم اینجور داستانا. یه کاری کردیم که لو نریم. این یارو که الان شمارهش اینجا گذاشتن، همین بیشرف کلاهبرداره. الان همین شماره کارتی که این بالا میبینید این کلاهبرداره. حالا همین فردا میره اما شکایت میکنه، ولی من قشنگ گذاشتم که شما بفهمید که این کلاهبرداره، میخواید برید پخش کنید. اصلا این بیابر کلاهبرداره، داشت کلاهبرداری میکرد. کلاه من نتونست برداره، خب ولی خب به هر حال اقوام و دوستان و آشنایان دقیقاً با همین یارو کلاهبرداری کرده بودن. یعنی همین یارو بهشون پیام داده بود، بعد سر اونا رو کلاه گذاشته بود. من گفتم آقا کی سر شما رو کلاه گذاشته؟ گفت فلان آگهی. منم گفتم آقا بده. رفتم داخل دیدم این بی‌ناموسه، همین بی‌ناموس که دخترم هست اتفاقا، نمیدونم شاید ادمینش دختره، نمیدونم، شاید هم یک شبکه بزرگی هستن، اطلاعی ندارم، نمیدونم. اینو کلاهبرداری درسته که مثلا شاید یارو 200,000 تومان ازتون کلاهبرداری کنه و خب شما سر 200,000 تومان نمیری شکایت کنی. یعنی این کلاهبرداری کسی نمیره شکایت کنه آقا سر 200,000 تومانه. ولی بحثی که هست اینه که ممکنه شما هیچی پول تو کارتت نباشه. یعنی شما که الان مثلا چه میدونم پدر مادر بالا سرته، اوکی پول تو کارتت هست، یا اگر هم نیست خب بالاخره از بابای مامان چیزی میگیری. ولی اونی که آقا تازه خونه زندگی تشکیل داده، یا اونی که مثلا دستش به دهنش نمیرسه، اونی که فقیره، یا اونی که اصلا زیر خط فقر داره نابود میشه، یا اصلا یه دادم هستن کلا 1,000,000 10,000,000 مثلا تای کارتشون شاید هست، برای اونا خیلی ارزش داره. خود من به شخصا مثلا من کلا 10,000,000 تو کارتم، بیشتر از این نیست. شاید شما که 200,000,000 تو کارتت برات مهم نباشه، ولی خب اون 10,000,000 تو کارتشه، خب نون شبشه اون پول. طبیعیه که زجه میزنه، طبیعیه که بدبخت میشه، خیلی برای اون مهمه. تازه نمیتونه شکایت کنه، تو این همه وکیل بگیری اینا خیلی هزینه داره، خیلی سخته. تازه اصلا شما چه میدونم از شماره کارتتو ندی یا اطلاعاتتو بدی. مثلا همین یه بنده خدایی اومده بود به ما میگفتش که آره من روبیکام هک شده. روبیکا چرا نصب کرده بود؟ حالا گفت روبیکام هک شده. یه یارو دیگه بهم پیام داده گفته چرا با زن من فیلم سوپر فرستادی. خب زشته دیگه، آبروت شما میره، تو کل خاندانت ممکنه آبروت بره. این کلاهبرداری خیلی مهمه. یعنی فکر کن اصلا شما همین الان به کل دوستان فامیلات یکی هکت کنه، بعد به همه اینا فیلم بد بفرستن، آبروت میره دیگه. معلومه که آبروت میره، دشمن پیدا میکنی اصلا.
دشمنای بد پیدا میکنه، تازه به تک تک اینا زنگ بزنی که آقا مثلا اینا هک شدن اونجور چیزا. یه سریاشون هم کسی باور نمیکنن این داستانو، فکر میکنن تو می‌خواستی مثلا موقع زنشون رو بزنی. خب زشته دیگه، فهمی؟ داستان میشه براتون. بس این ویدیو رو به دوستانتون بفرستید، چون این ویدیو خیلی مهمه. کسی هم ندیدم، جورجندی هم حتی ندیدم به این اشاره کنه، ولی من شخصا رفتم به یارو پیام دادم و مدارکشو مستند کردم. نوع دوم کلاهبرداریش کلاهبرداری‌های معمولا ادمینیه. این نوع یه طوری دیگه است، یعنی این نوع طرف وقتی از شما پولو میگیره بلاکتون نمیکنه، معمولا یه کاری رو بهتون میده، ولی اون کاری که بهتون میده خیلی کمتر از اون چیزی بوده که واقعا شما براش پرداخت کردید یا براش هزینه کردید. اینطوری که این یارو کی اسمش، این رسول لیواکس هم فکر کنم یه ادمینی چیزی همچین چیزی تبلیغ میکرد که آره شما در خانه میتونید ادمینی کنید اونجور چیزا. ولی الان برید از ادمینای حرفه‌ای بپرسید میبینید که آقا نه همچین چیزی نیست، شما در خانه نمیتونید ادمینی کنید، باید مثلا برید با یارو ملاقات کنید اونجور داستانه. یعنی این ادمینی هم همونطوره فکر کنم، حالا نمیدونم کلاهبرداری هست یا نه، ولی اینم دقیقاً همونطوره، چون خود رسول لیواکس اون تبلیغش که بود میگفت آقا تو خونه شما میتونی مثلا کار کنی، در حالی که خب میدونیم که تو خونه شما نمیتونی کار کنی. این داستان هستش. اینم یک نوعی از کلاهبرداری است، یعنی بیشتر میشه گفت تبلیغات اشتباه. شما یه چیز نشون میدی، یه چیز دیگه تحویل میدی، که دیجیکالا هم پر این داستان. ولی خب کلاهبرداری ها، ولی خب نمیشه کارش کرد دیگه، این در مملکت ما بسیار عجیب است، یعنی سخته. نوع سوم کلاهبرداری‌های قدیمی بوده، یعنی همه اینو تو زندگیتون هم همین الان مشاهده خواهید کرد که افرادی میان تو زندگیتون میگن آقا بریم من به تو فلان کارو میدم. خب بعد شما میرید با یارو، بعد یارو وسطش میگه نه مثلا این کارو نه، تو بیا یه کار دیگر رو با من انجام بده. این تو زندگیتون خواهید دید، شاید الان مثلا متوجه نشید، ولی تو زندگیتون میبینید که فلانی میگه آقا بریم من مثلا تو رو تو شرکت استخدام کنم، بعد میرید میبینید مثلا یه شرکت در داغون فلانیه، یا میبرتتون مثلا یه کاری که اصلا لیاقت شما نیستش، از اینجور داستانا. این هم کلاهبرداریه دیگه، به هر حال شما رو یه وعده میده بعد میره یه چیز دیگه بهتون نشون میده. اینم بود. و در زندگیتون حتما همچین چیزی پیش میاد، یعنی اصلا شک نکنید، حتما در زندگیتون همچین مشکلی رو شما خواهید داشت. اینم از این ویدیو. و عزیز میفهمید من نیستم، پشتیبان باید چک کنن، زود برای من یه چیزی بفرستید، ساعتش زود مشخص باشه، پشتیبان همچین چیزی رو قبول نمیکنه. عزیز میفهمید من نیستم، پشتیبان باید چک کنن، زود برای من یه چیزی بفرستید، ساعتش زود مشخص باشه، پشتیبان همچین چیزی رو قبول نمیکنه. الان پول شما هیچ میشه، الان نفرستید خدا قسم میمونه فردا شبم من سفر هستم، گوشی رو میذارم کنار، زود برای چک کردن یه چیزی بفرستید. عزیز من الان شما رو بلاک میکنم، میفهمید چی به چیه. عزیز من الان شما رو بلاک میکنم، میفهمید چی به چیه. من میگم زود برای من یه تراکنش عکس ساعت این فیش مشخص باشه، پیامکی کس از حسابتون. شما قشنگ معلومه پدر مادرتون یاد دادن، شما 118 معلوم نیست به کی واریز کردید برای من فرستادید، الکی میگید که نت ضعیف، عکس میاد هزینه ما 198 هستش. مادرتون یاد دادن، شما 118 معلوم